انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نده. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیما افنا، خدا میپرسد چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادران، این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود، این فرموده ای، این یکون انکدوت نیست. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را، کود در کجا صرف کردی، چخیل کردی، همه اینا را پیش خدا میگوی. و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگار خیلی مقصد من همیشه زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز.